السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی تمام بیمارایی که این حال در جامعه هستند خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید و برادرانی که بیماری روحی هستند خداوند اونها را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید و انشاءالله که همیشه با دعا باشیم که پدران و مادران ما را خداوند شفای کامل و عاجل عطا بفرماید که الله سبحانه و تعالی میفرماید و اذا سألك عبادي عني فإني قریب. هر وقت که بندگان من از من سوال میکنم ما با اونها قریب هستم، مجیب دعوت الداعی دادن، اجابت میگردانم دعای شخصیتی که برای من نزد من دعا میکنه، دست به دعا میکنه، از من طلب میکنه. با من خاطر انشاءالله که هر مراد و هر مقصدی دارین، هر آن چیزی که طلب میکنین فقط از الله طلب کنین، توکل به الله کنین. و من یتوکل علی الله فهو حسب. هر شخصی که توکلش به الله میکنه برای او بسنده های. انشاءالله که با دعا باشین خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید و برای راست هدایت کنه. بسیار برادران بیماری روحی هستند، اپا و خواهرها بسیار هستند، خداوند شفاشون بده. روزش نیست که سه کسه نخونیم، با حالت میشه تو 5 6 تا 7 تا 10 نفر میخونیم. المهم که خداوند شفای کامل عاجل عطا بفرماید. بسیار برادران زنگ میزنن که رقمات یک بیایم. برادران عزیز، من در این ماه رید که جواب میتم. این به نهایت یعنی سبشن زیادی بد داره، بعد فقط که میداره رکلام میبره، از اون سبب یعنی نمیتونم جواب دادم که بسیاری بد خطا شو. مثال همش جواب نداده، نمیتونم مثال بدم جواب بدم. اصلا وقت هم نیسته که مثال هم اینو یکی جواب بدم. در واتساپ یعنی میدارم جواب میتونم، میگم که در اینستاگرام ایمو چه خیلی کی مثال چی اللهم صل علی محمد. خلاص گپ که برادران عزیز امکانیت باشه در واتساپ نویسین یا که نپرمو زنگ بزنی که در ایمو بسوی چوتسانا میکنه رید کمی برای خطا. کدامت که حجامه گرفتن میخواهین باذن الله تعالی. حجامه بسیاری میپرسن که حجامه چیه. در باره حجامه هم ویدیو کردگیم. حجامه یعنی خونی غیج از بدن انسان بیرون برآوردن که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خود کرده بود و او را توصیه داده بود و برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ملائکه ها توصیه داده بودند که یا رسول الله یا محمد برای خودت حجامه را ضرور بدون. و انشاءالله که کدام حجامه کردن میخواهین میتونین که به رقم های ما زنگ بزنین. بسیار برادران رقم ها را میپرسن که یک بیمار در کامنتاری ها مینویسن. در صفحه یوتیوب به حرف های کلان همونجا 865 55 3801 نوشته شده. انشاءالله که میتونین زنگ بزنین یا که در اینستاگرام ما بنویسین. اینستاگرام اینجا انشاءالله میبره یا که در زیر ویدیو. و انشاءالله که بقریبی الله سبحانه و تعالی موفق ما بگردانه حرکت میکنیم که درس قرآن رو تشکیل کنیم با واسطه یوتیوب و اینستاگرام. در اینستاگرام انشاءالله که کم کم افیر میکنیم تو اینکه یعنی اضافه کنیم میگم برادر رو خوش کنیم و با همراهش درس رو تکرار کنیم تو اینکه انشاءالله از علم قرآن بهره ببرین شما را. و با دعا باشین انشاءالله که خداوند همه بیمارا را شفای کامل عاجل عطا فرماید. باقی در امان الله باشین. بقریب خداوند موفق بگردان. انشاءالله طرف پیتر میریم 3-4 روز پس. آدمای پیتر کدامت که چه باشه انشاءالله که در اینستاگرام بنویسین یا که در واتساپ بنویسین، رقم ها تو نسخرین میکنیم. انشاءالله که رفتیم رسیدیم زنگ تو میزنیم. باقی در امان الله. السلام علیکم.